یکی از تمام صنعت تاجیک برای صحنه دعوت کنم استاد عزت شریفی. در حسرتی آن را که نداری روزی و همی چند قلم مالی خودت با خیرت در کجا؟ خیرت در کجا گنج آرد پدید، زینام آن خدا آن را سازد کلید. ای خداوند خیرت بخش و به خیرت نواز، همان ناخیرتمندها را چاره ساز. پیش آن نفس تمام است، هر جا که روی اول سلام است. سلام و درودی بپانی ما را بپذیرید. خویش و تباران، حق و همسایگان، قدم مبارکی هر یکی شما نوری دیده تاج بر سر ما. در این بزمگاه پرشکوه خوش آمدید گفته نوری دیده تاج بر سر میگوییم. این شام فراموش شونده حیات هر یکی ما. امروز پیری کار ستمی خاندان، البته که قرض پدری را ادا نموده ایستادند. زنده باشند. خرسندی بالای خرسندی از در این خاندان. البته امید جان دادری عزیزمان روز خرسندی دارد، روز مبارک دارد، روز فراموش شونده حیات دارد. سرجم در این خرسندی امید جان شریک شده خوشحالی میکنیم و رقص و بازی میکنیم. کمی هم باشد غم و اندوه دل را از دل بیرون میکنیم. البته تکرار به تکرار امید جان در این روز خرسندیش من مبارکباد میگم. همه دوستان خویش و تباران حق و همسایگان خوش آمدن و امشام کلی هنرمندان ناتکرار در این بزم ما حضور دارند. برای ما و شما هنر نمایی میکنند. این زمان من میخواستم یکی از تمام صنعت تاجیک برای صحنه دعوت کنم استاد عزت شریفی. در زیر قرصگاه شما کفکوبی میزنیم و استاد عزت شریفی را برای صحنه دعوت میکنیم. غم و اندوه دل را از دل بیرون میکنیم. استاد عزت شریفی از سالهایی که خردسال بودیم، چه در آینه نیلگون چه در شبکه‌های اجتماعی برای ما و شما هنرنمایی میکردن، تماشا میکردیم و تا با امروز برای ما و شما در خدمت ما و شما هستند. استاد عزت شریفی قرصک میزنیم. استادی عزیز صحنه هنر از آن شماست. سلامت باشین. خیلی خوش آمدید مهمانای عزیز، دوستای گرامی. آمدید مهمانای عزیز. که سر کردی در آن شبها یارت بود، سبه دادم در انتظار بود. دل از ما بردی و رفتی بینا آشی فرا کنه. همه قول و قرار پیمان که با منی غم زده کشتی رفتی، میخواستی از تنهایی دورم کنی اما مرا تنها گذاشتی رفتی. میخواستی از تنهایی دورم کنی اما مرا تنها گذاشتی رفتی. آن همه هدفی دادی چشم رفتی رو بر وعده وفا نکردی. گفتی خدا تو را با من رساند وقتی تو شرمی از خدا نکردی.
بلند شدسته یا خیلی مردم تو یک قرصکی بلند میزنم یک قرصکی بلند اینطوری کنه زنده و سربلند باشن. امروز پیریکار اینه در پیش بوده اکای هادی جان قرض پدری را ادا نموده ایستاده است. قرصکی بلند بزنه برای پیریکار ستوی خاندان سربلند و خانه آباد باشی. اما وقت در هر کجایی که باشی در بالای سری فرزندان باشی. امروز امید جان در تخت دامادی و عروسی نشسته است. ما دعاگوی آنیم که هر روزتون با مثل انا همین روز با خوشی و خرسندی گذرد. البته که پدران بزرگ هستند، مادران باز هم بزرگتر. برای بزرگی پدر و مادر چقدر سخن میگوییم کم است. میگم ای صاحبی توی بخت و دولت به شما، ای صاحبی توی بخت و دولت به شما، یک توی کلام کردید رحمت به شما، یک توی کلام کردید با هم دیدیم. اول سخن از شما بود آخر بر ما. بزرگان میگن سخن از دهان لقمان خوشای. یک بار میمونا رو خوش آمدید که نور الان نور میشوه. پیریکار اکای هادی جان مرد بزرگ هستند. طول چندین سالها در خدمت مادر وطن هستند. ما میفخریم چنین پاسبانا داریم، چنین پشتبانا داریم در این وطن عزیزمان. همین شما هستین و مادران ما، پدران ما، خواهران ما آسوده میخوابند. همه وقت خدمت‌های شما را ما قدر میکنیم. پدری بزرگوار اکای گرامی قدرم زنده و سربلند باشه. میگم من صفای زندگی را از پدر آموختم، آدم و آدمگری را از پدر آموختم. آنچنان فخرم که مادر شیری پاکم داده است، پاکی و پاکیزگی را من زهر دو آموختم. البته ننگ و ناموس مردی و مردانگی را ما از پدر می آموزیم، مهر و محبت از مادر می آموزیم. قرصه که بلند نزنیم برای بزرگی پدر و مادر. همه وقت پدر و مادر ما در بالای سرم و سایبان باشد. میگه پدر خوب است و مادر نازنین است، برادر میوه روی زمین است. عزیزان قدری همدیگر بدانید که جای آخرت زیر زمین است. برای همه قدر همدیگر را میدانیم، حرمت همدیگر را میدانیم. این خرسندی ها مخصوص برای همین است که غم و اندوه دل، سیاهی دل از دل بیرون کنیم. البته امروز برادری قدردانی ما، یکی از تومان صنعت تاجیک، استاد عزیز دوران اسدالله، یک قرصه که بلند میزنیم. امکی شعبچه اکا جانم همیشه در هستی اکای دوران جان، اکای دوران جان یک بار بنازی بلند بیا. البته که امروز روز خرسندی دارند، روز مبارک دارند. اکای دوران جان هم سالهای زیاد عمری خودشان را در صنعت تاجیک صرف کردند. مبارک باشد این خرسندی و این خانه آبادی اکا جانم. البته خیلی خرسند شدم که در خرسندی شما شریک شدم. البته قرصه که بلند نزنه برای ستوم صنعت تاجیک استاد دوران اسدالله. خرسندیتان مبارک باشد اکا جان عزیز. البته امروز روز خرسندی دارید. میگه که برخیز پدر سری مرا سیله نما، دروازه تقدیری مرا تیله نما. بینگر پسرت شاه پسر گشته است، بینگر امید جان شاه پسر گشته است. با دست دعای خود دم شاد نما. یک مهمانا را یک جای خوش آمدید میگیم. دوران اسدالله میکروفون در اختیارشون میسپاریم. قرصه که بلند بزنیم بلند بیان در اختیاری. میخواستم که یک دو سرودک برای تبریکات شما انا استاد عزیز استاد دوران اسدالله بیسرایه و سرجم ببینیم بشنویم و حلاوت ببریم. زنده و سربلند باشم. مرندی پریدا بابا خورتی زند، این مرندی پریدا بابا خورتی زند. عشق من زبون زند سری دورتی زند.
زنده باشند، زنده باشند. استاد دوران اسدالله هیچگاه آواز خستگی را نبیند. امروز خرسندی داری، تکرار و تکرار خرسندید مبارک باشد. البته که با دعوت اکای دوران اسدالله همه هنرمندان سرجم آمدن. هنرمندانی نه اینکه تاجیکستان، تمام فارزبانای روی دنیا هنرمندای درجه سرجم آمدن که همین ستون صنعت تاجیک یک هنرمند عین زمان دعوت میکنم هر سحره که ای خواب بخزم آهنگای همین از سرودای همین استادا میبینیم و میشنویم، حلاوت میبریم، دستار بلند میبرداریم. استاد ذکری الله کرسک میزنم، کرسک بزم ما را گلگون شکفان میگردانند. استاد عزیز هنرمند ناتکرار، هنرمند تاریخی و دنیوی استاد ذکری الله با ترانه های بزمانه، جزمانه، با ترانه های عاشقانه، با ترانه های وطن قلب ما و شما را بالیده میگردانند. البته همه سرجم میبینیم، میشنویم، حلاوت میبریم، خوشحالی میکنیم. این هم یک نصیب، یک روزی ما. اینم خداوند بهری ما و شما لایق دید و روبروی هم ایستاده. این شام خوشحالی میکنیم و رقص و بازی میکنیم. البته مردم سیبسه، مردم گوشت فروشا، خرسک زنی تان سست، خرسک زنی تان سست، این خیلی نمیشوه. یک جای سرجم دستان میبردارم. استاد ذکری الله حکیمov. مرحمت استاد عزیز، صحنه هنر از آن شما. مرحمت. تشکر دوست جان. کاروان عشق مرا نیمه ره نما، ای ساربان عشق مرا نیمه ره نما. دانی که راه عشق بود سخت و بیمان، دانی که راه عشق بود سخت و بیمان. فریادی من به گوشی فلک میرسد ولی، فریادی من به گوشی فلک میرسد ولی. از نالکه فلک و پسی میدهد دمان، ای ساربان عشق مرا نیمه ره نما، ای ساربان عشق. دختری میری سره در کوزه آب میبرد، دختری میری سره در کوزه آب میبرد. نخوش خواب قلبی بنه روز و دایی میسره، نگاه کردم به سویش مست شدم به مویش، شانه زنم به مویش، شانه زنم به مویش، دوست زنم به مویش.
مجدو